الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و ما سؤال دادن که نماز ویتر چگونه خوانده می شود؟ بارک الله فیکم. چگونه خواندن نماز ویتر وقتی که ما به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم به چندین نمود وارد شده است. نمود اول یک رکعت خواندن نماز ویتر. نیت میکنید افتتاح، دعای افتتاح سبحانك اللهم بحمدك، بعد از این سوره فاتحه، بعد از این بسم الله گویان ضم سوره و بعد از این الله اکبر رکوع و از رکوع بالا میشوید دعای قنوت و بعد از این دو سجده و به التحیات میشنید التحیات صلی الله بارک الله و دعای پیش از سلام و سلام میدید. یعنی یک رکعت خواندن این نمود ویتر وارد شده است. خیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن صلاة اللیل مثنى مثنى فاذا خشی احدكم الصبح توتر له ما قد صلى توتر بواحده. یعنی نماز شب دو رکعت و هر کسی از شما ترسد که صبح نزدیک شده است یک رکعت میخواند و ویتر میکند. این نمازش رو نماز ویتر میکند. و این چنین از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 3 رکعت وارد شده است. نمود دومی نماز ویتر این 3 رکعت خوندن. اما 3 رکعت خوندن دو نمود دارد. نمود اول، خوب دقت میدهید، نمود اول به نماز نیت میکنید داخل میشوید. البته نیت به زبان کردنش بدعت است، به قلب ان شاء الله ما در آینده بیان میکنیم. 1 رکعت نماز میخونید، 2 رکعت نماز میخونید اما به تشهد نمیشینید. خیلی که امروز در تاجیکستان مردم 2 رکعت نماز میخونن به تشهد میشینند. به تشهد نمیشینید، بلکه 2 رکعت نماز هم میخونید، به 3م رکعت به تشهد ننشسته میخیزید، 3م رکعت هم میخونید، رکوع میکنید و بعد از رکوع دعا میکنید و بعد از این به تشهد سوم میرید و تشهد صلی الله بارک الله دعا و سلام میدید. یعنی 3 رکعت به تشهد، 3 رکعتی که در دوم رکعت نمی نشینید، 3 رکعتی که فقط در آخرش می نشینید. این یک نمود خواندن نماز ویتر. نمود و صورت دوم این هم 3 رکعت اما 2 رکعت نماز رو میخونید، به تحیات میشنید، تحیات صلی علی بارک الله میخونید و سلام میدید. در 2 رکعت 1 بار سلام میدید و 3م رکعت رو علاهیده و جدا میخونید. بارک الله فیکم. اما خواندن نماز ویتری که امروز در بین مسلمان ها در منطقه های آسیای مرکزی معروف است و مشهور است به مانند خواندن نماز ویتری که 3 رکعت است، مثل نماز شام است، مثل نماز مغرب که با زبان فارسی شام میگویند. 2 رکعت میخوانند و التحیات میخوانند، بعد میخیزند 3م رکعت میخوانند، بعد میشینند تشهد صلی الله بارک الله و سلام میتند. که این چنین نماز خواندن ویتر از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت نشده است و حدیث صحیح قطعی دلالت به این نمود نماز نمی کند و این ضعیف است. و این نمود نماز خواندن ثابت نشده است و این ضعیف است و این از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه سنت ویتر خواندن یا که 3 رکعت به تشهد دوم، یا که یعنی 3 رکعت که در آخرش می نشینید در 3م رکعت، یا که 2 رکعت اول می خونید بعد از 1 رکعت، که این دومین نمود که 3 رکعت بود که باید اینو خوب بدانید. یعنی مثل نماز ویتر که مذهب ابی حنیفه رحمت الله علیه گفتن این چنین در سنت ثابت نشده است و این ضعیف است و این قول ضعیف است. و این چنین باز می توانید نماز ویتر رو نمود سومش 5 رکعت خونید.
5 رکعت خونید. با این چنین دو قسم بعضی از علما میگن که 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت میخونید، هر 2 رکعت تشهد سلام، هر 2 رکعت تشهد سلام میتید و پنجم رکعت رو میخونید، این همش ویتر میشه. یا که با یک نیت با 5 رکعت میدارید، 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت 5 رکعت میخونید، در یگان 2 رکعت نمی نشینید، یعنی تا آخری نماز یگان بار نمیشنید، در پنجمین رکعت میشنید، التحیات میخونید، صلی الله بارک الله و سلام میتید. و این چنین 7 رکعت، 7 رکعت هم همین خیلی است. یا 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت میخونید و 1 رکعت در آخر میخونید، یا که 7 رکعت کاملا میخونید به تشهد و در آخر میشنید. و این چنین 9 رکعت و این چنین 11 رکعت. رکعت های متصل، یعنی رکعت هایی که 7 رکعت 9 رکعت 11 رکعتی که رکعت هایی که این رکعت همیش به همدیگر پیوست است، در بینش تشهد نیست. هر 2 رکعت یک بار تشهد نمی کنید، بلکه در آخرش یک بار تشهد میخونید و با همین نماز کامل میکنید و سلام میتید. پس تشهد کی؟ در رکعت اخیر و پیش از رکعت اخیر. یعنی خوب بفهمید، دقت دیدید. یعنی شما 5 رکعت 7 رکعت 9 رکعت یا که 11 رکعت نماز ویتر خوندنید. از این میبارد که شما نیت میکنید راست نماز رو میدارید تا 4مین رکعت، اگر 5 رکعت نیت کرده باشید 2 بار تشهد میخونید، رکعت 4 و رکعت 5. اگر 7 رکعت نیت کرده باشید در رکعت 7، یعنی در رکعت 6 یک بار می‌نشینید و اینچنین در رکعت 7. اگر 9 رکعت نیت کرده باشید در رکعت 8 و در رکعت 9. و اگر 11 رکعت نیت کرده باشید در رکعت 10 و در رکعت 11 میشینید. پس انا این نمودی نماز ها بود، یعنی 1 رکعت 3 رکعت 5 رکعت 7 رکعت 9 رکعت 11 رکعت 6 نمود که ما همین نموده چه خیل خوندنشه بیان کرد. پس این نماز ویتر، صلات ویتر، یکی از نمودهای نماز است که بنده خودش را به سبب این نماز به سوی الله رب العزت و الجلال، به سوی ربش نزدیک میکند. پس بعضی از علما در حکم این چی کردند؟ به نهایت تشددی کردند و حکم نماز ویتر را واجب گفتند و بعضی از علما جایز گفتند و بعضی از علما سنت گفتند. یعنی در این مسئله 3 قول آمده است. و اما قول راجح و قول درست در حکم نماز ویتر، این نماز سنتی مؤکد است، واجب هم نیست. واجبی که مذهب بنی حنیفه میگن، البته واجب در نزد ابو حنیفه و در نزد جمهور رحمت الله علیهم اجمعین فرق دارد. وقتی که واجب در نزد جمهور میگه یعنی این فرض است، اما در نزد ابو حنیفه واجب دیگر است. لیکن قول صحیح و قول درست سنتی مؤکد است، برای که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمازهای واجب را هیچگاه نشسته نخوانده اند، اما نمازهای نافله و سنت را نشسته خوانده اند. و این چنین سنتی مؤکده است، برای اینکه عایشه رضی الله عنها میگویند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سفر هم نماز ویتر را ترک نمی کردند و این چنین نماز 2 رکعت نماز سنتی بامداد را، یعنی کسی که مسافر شد در حالت مسافری هم 2 رکعت سنت فجر و نماز ویتر را باید قضا نکند و این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پس این نماز از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با طرزهای گوناگون به سنت فعلی و قولی ثابت شده است، چنانکه که امام ابو داود و نسائی و ابن ماجه و احمد و ابن حنبان روایت میکنند، حدیث صحیح میدونند که میگویند قال النبی صلی الله علیه و سلم الوتر حق علی کل مسلم، وتر حق هر یک مسلمان است و هر کسی که دوست میدارد که وتر را خواند 5 رکعت خواند خواهد بخواند، 3 رکعت خواهد که ویتر کند بخواند و هر کسی که میخواهد که 1 رکعت که ویتر کند بخواند. بارک الله فیکم. پس ما به شما بیان کردیم که هر کسی که میتواند چند رکعت بخواند
بخواند افضلش خوبش 11 رکعت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم اینچنین زیاد میخواند. پس نماز ویتر سنتی مؤکده و این مستحب است. یعنی بعضی از علما مستحب هم گفتن، یعنی سنتی مؤکده میگیم ما، برای اون که ترک کنندهش قول راجح میگیم سنتی مؤکده. هر کسی که به عذر ترک کردن کند این گناه میشود. و حتی علما گفتند هر کسی که سنتی مؤکده ویتر را نخونده خوب میکند، یعنی ویتر را نخونده خوب میکند، روز آینده قضا داشتنش جایز است. یعنی این شب خوابش برد و نماز نخوند، ویتر را روز آینده خوندنش جایز است. دلیل حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله عایشه رضی الله عنها است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که غلبه نوم می اومد یا که خسته بودند یا که این ویتر را نخونده خوب میکردند، روز دیگر 12 رکعت میخوندند. معنای سخن این که اگر در شب ویتر باشد قضاش جفت میشد، شفع میشد. اگر نماز ویتر در شب 3 رکعت میخونده باشید، وقتی که سحر میشد و نماز شب نخونده باشید قضاش را 4 رکعت میخونید. 1 رکعت باشد 2 رکعت، 3 رکعت را 4 رکعت، 5 رکعت را 6 رکعت، 7 رکعت را 8 رکعت و 9 رکعت را 10 رکعت و 11 رکعت را 12 رکعت نماز میخونید. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم 12 رکعت خونده. بارک الله فیکم. که این نمود قضا خوندن ویتر بود. و البته خوندن دعای قنوت در نماز ویتر این بین علما اختلاف شده است. بعضی ها جایز گفتند، بعضی ها مستحب گفتند، بعضی ها سنت گفتند، بعضی ها واجب گفتند. پس دعای قنوت چند نمودهای زیاد دارد. حکمش حکم مستحب است. و افضلش و موافق سنتش مکان دعا، جایی که دعا میکنید بعد از رکوع برداشت شدن. یعنی اول الله اکبر گویم بر رکوع میرید، وقتی که سمع الله لمن حمده از رکوع برداشت میشوید در این وقت دعا میکنید و بعد از این راست به سجده میرید. بارک الله فیکم. این مختصری معلومات درباره نماز ویتر بود که ما به شما ان شاء الله به نزدیکی باب نماز را شروع میکنیم و بعد باب نماز یکی از باب ها باب ویتر است که کاملا به تفصیلش به شما بیان خواهیم کرد. لیکن برادران عزیز، شما شاید تعجب کنید که جواب من شاید به موافق نمازخوانی شما نباشد. اما ما خیلی که در قاعده های گذشته ما گفتیم 10 قاعده پیش از آموختن علم شریعت و عقیده این است که برادران عزیز صاحب شریعت الله و رسول الله است. وقتی که ما به قرآن و سنت نظر کردیم و به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نظر کردیم و از نظر علما را اینچنین دیدیم، همه علما این سخن را میگن و این سخنهایی که ما گفتیم از قرآن و سنت ثابت شده است. برای همین تعصب کردن به مذهب، تعصب کردن به قول جایز نیست. بارک الله فیکم.